اگه یه ایرانی بیاد روسیه با چه رفتاری مواجه میشه؟ تجربه‌ای که من این 3 سال داشتم، برخورد روسا با ایرانی‌ها خیلی خوبه. یعنی وقتی میگی ایرانی‌ام، میگن وای کشور ما و شما با هم دوستن و مثلا امام خمینی و سردار آزمون و حتی احمدی نژاد هم میشناسن. البته بگم این وسط بعضیا هم پیدا میشن که رفتارشون کاملا متفاوته. یعنی طرف خیلی جدی برمیگرده این پرسه شما با چی اومدین روسیه؟ هواپیما دارین تو کشورتون؟ لابد فکر میکنن ما با شتر تردد میکنیم تو مملکت خودمون. عجب. یا مثلا یه استاد داشتیم که پرسید تو کشور شما دخترای اجازه تحصیل دارن؟ و اونجا بود که ما رگ غیرتمون زد بیرون و مریم میرزاخانی و انوشه انصاری رو تو چشای استاد فرو کردیم. خیلی‌ها میگن روسا خشک و نچسبن، ولی واقعیت اینه که همه جور آدم اینجا پیدا میشه. از کسی که وقتی یه سوال ساده ازش میپرسی قیافشو میکشه تو هم و به زور جوابتو میده، تا آدمای خونگر. یه تجربه جالبی که اینجا داشتم این بود که وقتی از روسا آدرس میپرسی چنان احساس مسئولیت بهشون دست میده که تا وقتی مطمئن نشن شیرفهم شدی ولت نمیکنن. مورد داشتیم تا مقصد طرفو همراهی کرده که مطمئن شه حتما رسیده. یه چیز جالب که روسا از ایران میشناسن آرشه. شاید باورتون نشه ولی آرش تو روسیه خیلی طرفدار داره و حتی یه آهنگم به روسی خونده و موزیک ویدیوش توی یوتیوب 87 میلیون ویو گرفته. کامنتاش هم همه روسن. بعضی وقتا پلیس یه دفعه میاد تو خوابگاه که مدارکمون رو چک کنه. تو چند باری که این اتفاق افتاد وقتی بهشون گفتیم ما ایرانی هستیم گفتن شما میتونید برید، ولی مدارک عربا رو خیلی سفت و سخت چک کردن. به خاطر چند تا خرابکاری که قبلا چند تا عرب توی روسیه کردن، دید روسا نسبت به قیافه‌های خاورمیانه‌ای یه مقدار منفی هست، ولی واقعا دید مثبتی نسبت به ایرانیا دارن و ما رو مردم با فرهنگی میدونن. اوایل که اومده بودیم فکر میکردم همه با ما دعوا دارن، ولی کم کم فهمیدم که مدل حرف زدن روسا اینجوریه. خیلی بلند حرف میزنن، یه جوری که فکر میکنی طرف دعوا داره باهات، ولی بعد از چند ثانیه میبینی همون آدم داره به لبخند میزنه. در کل اومدین روسیه نترسی، اینا مدل حرف زدنشون اینه. هر جای قوانین خودشو داره و این ویدیو در مورد قوانین عجیب دانشگاه من توی روسیه است. من پردیسم از توتی ولاگز. خاطر خودتون باشین.